تا حالا شده یه چیزی به ترسونتت و بعد بفهمی اصلاً وجود نداشته، همش کار ذهنته؟ بیشتر ترس‌های ما واقعی نیستن، ساخته ذهنه. ذهن یه جوریه که نصف شب بی هیچ دلیلی میتونه حالتو داغون کنه. ذهن میتونه یه تصویر بسازه که از واقعیت ترسناکتره. هیچ صدایی نیست، هیچ خطری نیست، ولی اضطراب هست. یک خاطره الکی، یک فکر مزخرف کافیه که کل روزت بپره. ذهن بدون اجازه خاطره ها رو زنده میکنه. نه هیولا، نه آدم دیگه، این کار خود ذهنه. و بدترین بخشش اینه که نمیتونی ازش فرار کنی. واسه همینه میگم ترسناکترین چیز دنیا ذهن خودمون. اگر این حس رو میشناسی بمون، این تازه اولشه.